السلام علیکم. سیلکه نوارهای قبلی را می توانید از اپیسن ویدیو پیدا کنید. درخت دوستی تقدیم می کند. حدیث در بخاری هست برای یک دروغی که از زبان ما بیرون می شود 70 سال بسوزنده 70 سال به سوی کفری می رود. تصور کن دهشت و داد کی می رسد نزد کی می روی کی ایتما کی کریشوتون میکنه کی تغییر میکنه. حضرت نوح علیه السلام گفت که ای مردم من در دنیا یک دعا کرده بودم وقتی که مردم من قوم من به گناه و معصیت دست دادن دعوت مرا نپذیرفتند 950 سال مردم دعوت کردند 950 سال مردم دعوت کردند. پیامبران الهی از پشت مردم عذاب میکشند میگن 950 سال دعوت کردم مردم دعوت مرا نپذیرفتند بعد دست برداشتم دعا کردم ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا گفتم خدایا در روی زمین یگان کافر نگذار همه اینها را هلاک کن زمین خراب کن آبها را از زمین پرواره بزن تا در روی زمین کسی نماند حیوانها هلاک شد درندگان و چرندگان و گزندگان و خزندگان همه از بین رفت. از این دعایی که به نزد خدا کردم از این دعا میترسم و از نزد من روید اذهبوا عنی روید. وقتی که مردم ناامید میشود ما و شما ناامید میشوید حضرت نوح میگن اذهبوا الی ابراهیم بره نزد حضرت ابراهیم علیه السلام بره